عزیز، این جلسه دوم هستش و امروز میخوایم 100 تا از کاربردی ترین لغات زبان انگلیسی که تو مکالمات روزمره بسیار مورد استفاده قرار میگیره رو بهتون یاد بدیم. accept پذیرفتن، allow اجازه دادن، ask پرسیدن، believe باور کردن، help کمک کردن، break شکستن، bring آوردن، buy خریدن، gift هدیه دادن، cancel لغو کردن، change تغییر دادن، clean تمیز کردن، can توانستن، cough سرفه، count drive رانندگی کردن، eat خوردن، explain توضیح دادن، fall افتادن، copy کپی، find پیدا کردن، finish تمام کردن، job شغل، fix درست کردن، fly پرواز کردن، forget فراموش کردن، give دادن، go رفتن، have داشتن، hear شنیدن، heart زخمی شدن، know دانستن، یاد گرفتن، leave ترک کردن، lesson گوش کردن، live زندگی کردن، look دیدن، lose گم کردن، do انجام دادن، need احتیاج داشتن، open باز کردن، I من، close بستن، pay پرداخت کردن، play بازی کردن، he او مذکر، rain باریدن، read خواندن، reply پاسخ، run دویدن، say گفتن، see دیدن، sell فروختن، send فرستادن، sign امضا کردن، she او مؤنث، sit نشستن، sleep خوابیدن، smoke سیگار کشیدن، speak صحبت کردن، spell هجی کردن، spend پرداخت کردن یا خرج کردن، stand ایستادن، start یا begin شروع کردن، study درس خواندن، swim شنا کردن، take گرفتن، talk صحبت کردن، teach یاد دادن، tell گفتن، think فکر کردن، translate ترجمه کردن، travel سفر کردن، try تلاش کردن، turn off خاموش کردن، turn on روشن کردن، type تایپ کردن، understand فهمیدن، use استفاده کردن، wait صبر کردن، wake up بیدار شدن، want خواستن، watch نگاه کردن، work کار کردن، worry نگران شدن، write نوشتن، waste هدر دادن، wonder تعجب کردن، worship عبادت کردن، win پیروز شدن، wear پوشیدن، we ما، wash شستن، welcome
خوش آمدگویی. you شما. they آنها. time زمان. new جدید. good خوب. old پیر. young جوان. big بزرگ. small کوچک. large بزرگ. چیزی که واقعا لازم به ذکر اینه که واقعا وقتی که میخواید انگلیسی رو یاد بگیرید حتما اونو یادداشت کنید. مثلا من الان خودم برای یادگیری که برای شما گذاشتم خودم یادداشت کردم، یه بار یادداشت میکنم، یه بارم تو ایدیت کردن یادداشت میکنم خودم تا به دست شما میرسه. من خودم چندین بار برای شما یادداشت میکنم. شما هم سعی کنید حداقل یک بار از روی این لغات یک بار یادداشت برداری کنید. وقتی که یه بار یادداشت کردید، حفظ شدید، دیگه هر روز فقط کافی یه نگاهی بندازی دیگه همه لغات دستت میاد، میدونی که معنی لغات چیه